صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریم و خطا بخش و پوزش پذیر. ادیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. مرو را رسد کبریا و منی، که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. بشر ماورای جلالش نیافت، به صبر منتهای کمالش نیافت. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وطن، نه بر ذیل وصفش رسد دست فم. به پای طلب ره بدانجا بری، و از آنجا به بال محبت پری. بدرد یقین پرده های خیال، نماند سرا پرده جلال. به پای طلب ره بدانجا بری، و از آنجا به بال محبت پری. بدرد یقین پرده های خیال، نماند سرا پرده لاجلال. با درود به تشنگان و رایان حق و ایمانداران عزیز، برنامه خود را با نام و ستایش خداوند یکتا آغاز کرده و از او تمنا می کنیم که ما را در این ساعت از روح القدسش پر کنه، تا افکار و قلب و هستیمان با هدایت او به سوی حقیقت سماویش متوجه شده و از کلام او چیزهای عجیبی را بیاموزیم. دعای من این است که همه ما با روح طلب و تمنا به درگاه خدا بیاییم و از او تمنا کنیم که به ما بصیرت روحانی عطا کند تا چیزهای عجیبی امروز از کلام خدا یاد بگیریم. در مطالعه کتاب مقدس توجه خود را معطوف به کتاب تثنیه که 5مین قسمت از تورات مقدس است می نماییم و از فصل 12 آنچه را که حضرت موسی این رادمرد خدا به قوم بنی اسرائیل در حین ورود به سرزمین موعود عطا می کند را مطالعه می کنیم و امیدوارم که به وسیله این آیات خداوند نیز امروز با شما صحبت کند، همان گونه که با بندگان خود در زمان موسی سخن گفت. در زمان موسی تنها قومی که در این عالم یکتاپرست بودند همانا بنی اسرائیل بودند. بقیه ملت عالم بت پرست بودند. فقط قوم اسرائیل بود که به خدای قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای بی مثال و مانند، خدای خالق ایمان کامل داشتند. و اگر در هر جای این عالم می رفتی در آن موقع، صدها بلکه هزاران مکان مختلفی را مشاهده می کردی که مردم آن را به عنوان عبادتگاه‌هایی برای خدایان و یا بتکده‌های خود درست کرده بودند و مردم را
از راه‌های مختلف دعوت می‌کردند که در برابر هر بتخانه‌ای عبادتی به جا بیاورد، قربانی کند و یا یک نقدیه را عطا کند. حالا برای قوم بنی اسرائیل این سوال پیش آمده بود که خدا را در کجا پرستش کنند؟ آیا در کوه سینا، جایی که 10 فرمان خداوند عطا شده بود، جایی که خود خدا به آنها ظاهر شده بود، جایی که خدا با آنها سخن گفته بود، جایی که موسی با خدا روبرو سخن گفته بود، و یا در جای دیگر؟ پس همه مهمتر، چگونه میشه کوه سینا که در آنجا خداوند با آنها سخن گفته بود عبادتگاه آنها باشه اگر خدا آن زمین را به آنها عطا نکرده است و کوه سینا جزو سرزمین موعود محسوب نمیشد؟ حالا از فصل 12 کتاب تثنیه متوجه میشویم که خدا امر میکند که جایگاه مخصوصی برای عبادت و پرستش او به وجود بیاورند، که بعدها خداوند امر میکند که این جایگاه همان شهر اورشلیم باشه، ولی در آنجا عبادتگاهی ساخته شود تا خود خدا را بپرستند، تا مردم در آنجا بیان و خدا یکتا را بپرستند. اگرچه خدا خدایی است که محدود به زمان و مکانی است و در همه جا و هر وقت او حاضر و شنونده دعا می باشد، ولی به خاطر قوم بنی اسرائیل اجازه می دهد که آنها مکانی داشته باشند تا علامتی باشد به حضور خدا یکتا در میان قوم. حالا ممکنه سوال بشه که چرا خداوند به اسرائیلی ها می گوید که مکان مخصوصی برای عبادتگاه داشته باشند و یا چرا باید در اورشلیم او را پرستش کنند؟ دوستان عزیز، نکته دیگر اینه که بایستی به موقعیت و حالت قوم بنی اسرائیل در آن زمان توجه داشته باشیم. اگر موقعیت قوم بنی اسرائیل را بدانیم، آن وقت میتونیم به علت اینکه خداوند اجازه میده، دقت کنید، خداوند اجازه میده، نه اینکه دستور میده، بلکه اجازه میده تا عبادتگاهی در اورشلیم برای ساخته شود و قوم در آنجا او را عبادت کنند پی میبریم. خدا به قوم یهود امر کرده بود که بتکده ها و بتخانه هایی که تمام آن سرزمین را که به آنان وعده داده بود باید نابود کنند. فراموش نکنید که سرزمین موعود در این موقع در دست بت پرستان بود. حالا خدا امر میکنه که وقتی قوم بنی اسرائیل وارد این سرزمین میشن، هر چیزی که مربوط به بت پرستی بایستی از بین ببرن. ولی بعدها میبینیم که آنان از انجام این فرمان خدا سرباز میزنن و در نتیجه بت پرستی در سرزمین موعود کماکان باقی میمانه. مطلب دیگر این که همچنین خدا امر کرده بود که آنان برای پرستش در یک جا جمع شوند. حالا این امر سبب اتحاد و مشارکت در عبادت و پرستش خدا میشه و در نتیجه آن مردم هم به هم نزدیکتر و هم از نظر اتحاد ملی نیز متحدتر میشوند و در واقع زمان یک ملت محسوب میشدند که آنها برای عبادت به اورشلیم میرفتند. ای عزیزان، امروز نیازی به این امر نیست، زیرا عیسی مسیح آشکارا در تعلیم خود فرمود زمانی می آید بلکه الان است که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. و فرمود شما آنچه را که نمیدانید می پرستید، اما ما آنچه را می دانیم عبادت می کنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی می آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش می کند باید او را به روح و راستی بپرستد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا عیسی مسیح تعلیمی میده که بسیار مهمه. مسیح میفرماید زمانی میآید، مقصود از زمان خودشه، که مهم نیست که آیا ما در اورشلیم خدا را عبادت میکنیم یا بر کوه مخصوص و یا در جاهای دیگر، بلکه مهمترین چیز اینه که خدا را بایستی با روح و راستی از صمیم قلب با تمام وجود با تمام هستی خودمون پرستش کنیم. در هر جایی که هستیم مهم نیست، خدا به مکان مقید نمی باشه و عبادت ما هم نبایستی به یک مکان مخصوصی مقید باشه. البته خوبه، مفیده که به عبادتگاه بریم و جایی رو اختصاص بدیم برای پرستش خدا، ولی دوست من، خداوند این چیزها رو دستور نداده. این بشر بوده که آمده
به این چیزها رسیده، به این نتیجه رسیده که مثلا ساختمان ها و یا عبادتگاه ها بسازن. مسیح میگوید خدا روح است و بایستی پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش کنند. هر که خدا را پرستش میکند بایستی او را به روح و راستی بپرستد. نمیگوید که بایستی حتما در یک مکان خاصی باشد، بلکه میگوید در روح خدا را بپرستید. و برای همین است که ما مسیحیان در یک مکان خاص جمع نمیشویم تا خدا را عبادت کنیم، بلکه ما دور مسیح زنده جمع میشویم. البته در کلیسا هم جمع میشیم، ولی کلیسا برای ما اینقدر اهمیت خاصی نداره که در مذاهب دیگر وجود داره. چرا؟ چون ما دور خود مسیح زنده جمع میشویم و مسیح فرمود هر جا که 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند من در میان ایشان حاضرم. و برای همین است دوستان عزیز ما مسیحیان به ساختمان عبادتگاه چندان اهمیتی نمیدهیم، به چیزهای ظاهری توجهی نمیکنیم. چرا؟ چون میدانیم عبادتگاه حقیقی در وجودمونه، در قلب و هستیمونه و اگر خدا را با روح و راستی بپرستیم عبادت حقیقی رو به جا آوردیم. عبادت حقیقی مهمه و خود مسیح فرمود که هر جا که 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند من در میان ایشان حاضر هستم. و این مهمه دوست عزیز که مسیح در عبادت ما باشه، مرکز و ثقل پرستش ما را خدا قرار بگیره و مسیح در میان ما باشه. و دوستان عزیز این نشان میدهد که آنچه در عبادت حقیقی مهم است ساختمان کلیسا یا اسم کلیسا یا حتی فرقه مذهبی هم اصلا مهم نیست، بلکه مهم این است که آیا شما که عبادت میکنید شما آیا از صمیم قلب و از روح و راستی در اطراف شخص مسیح زنده عبادت میکنید یا نه؟ او زنده است، او در حضور خداست، او کلمت الله است و مواظب است که ما چگونه خدا را میپرستیم. حالا به 4 آیه اول توجه فرمایید. فصل 12 از کتاب تثنیه، صفحه 293 از تورات مقدس. موسی به قوم میفرماید این هاست فرایض و احکامی که شما در تمامی روزهایی که به روی زمین زنده خواهید ماند میباید متوجه شده و به عمل بیاورید. در زمینی که یهوه خدای پدرانت به تو داده است تا در آن تصرف نمایی. جمیع مکانهای امتهایی را که در آنها خدایان خود را عبادت میکنند و شما آنها را اخراج نموده خراب نمایید، خواه بر کوههای بلند، خواه بر تلها و خواه زیر هر درخت سبز مذبح‌های ایشان را بشکنید و ستون‌هایشان را خرد کنید و شیره‌هایشان را با آتش بسوزانید و بت‌های تراشیده شده خدایان ایشان را قطع نمایید و نام‌های ایشان را محو سازید. در این آیات دستورات الهی را به قوم بنی اسرائیل مبنی بر مبارزه با هر نوع بت پرستی در سرزمینی که خدا به آنها عطا می‌کند ملاحظه می‌کنیم. چرا؟ چون خدا یکتا نمی‌خواهد قوم بنی اسرائیل به جای برکت لعنت را نصیب خود سازند. زیرا خداوند گفته بود که اگر او را ترک کنند لعنت خدا را خواهند دید. ولی دوستان عزیز باز ملاحظه خواهیم کرد که بعد از صدها سال اسرائیلی ها امر خدا را به جا نمی آورند. و البته دلیل این که بعدها ملاحظه می کنیم در زمان داوران داوری خدا پشت سر هم بر سر اسرائیلی ها میاد و آنها را تنبیه میکنه اینه که آنان به این امر خدا که الها موسی به آنها میده توجه خاص نمی کنند. در واقع فرمان خدا رو سرسری میگیرن و کاملا آن را عملی نمی سازن. چرا؟ چون بعداً ملاحظه میکنیم که زیبایی های ظاهری بت پرستان بسیاری از اسرائیلی ها رو گمراه میکنه و در نتیجه آنها از یک تاب پرستی دست برمیدارن و بت پرست میشن. حالا در اینجا لازم است که یادآوری بکنم که مبادا خدای نکرده ما هم خیال کنیم که بت پرستی مال گذشته بوده و اینکه در قرن 20 بشر از بت پرستی کاملا دور شده و من و شما از دامان بت پرستی در امان هستیم. ولی دوست عزیز حقیقت برعکس اینه. بایستی بدونیم که امروز نیز بت پرستی در میان ما وجود داره. ما غالبا خیال میکنیم که آنقدر فهم و شعور داریم که فریب بت پرستی رو نخوریم و بت را نخواهیم پرستید. حالا سوال مهم این است که دوست من چقدر در این مورد اطمینان دارید؟ چقدر مطمئن هستی که در حقیقت خدا یکتا را داری میپرستی و بت را نمیپرستی؟ دقت کنید دوستان عزیز، مشکل ما اینه که ما هنوز معنی بت را دقیقاً نمیدانیم. کلام خدا بت را فقط
اشکال تراشیده از سنگ و یا طلا و نقره و چوب و مجسمه نمی‌داند، بلکه از نظر خدا بت چیزهایی هستند که بین روح ما و خدا یکتا قرار می‌گیرند. دقت کنید، گفتم که چیزهایی هستند، یعنی هر چیزی که صد راه رابطه معنوی ما، رابطه رشد ما با خدا باشه و یا بین ما و خدا قرار بگیرد، این چیز از نظر خدا بت محسوب میشه. بعضی‌ها آنقدر وقت خود را در شغل و کار و زندگیشون میگذرانند که وقتی برای عبادت و پرستش خدا ندارن، وقتی برای کمک کردن ندارن، وقتی برای اینکه با دوستانشون صرف کنن و درد دل آنها را بشنون، وقتی که برای این بداد بیچاره ها برسن، کمک به فقیرها کنن و یا یتیمان را یاری بدهند ندارن. یعنی شغل آنان تبدیل به بتی گردیده که رابطه معنوی رو نابود ساخته. چرا؟ چون تمام وقت آنها رو گرفته. حالا البته بعضیا هستن که میگن بابا ما روزی نیم ساعت دعا میکنیم، پس وقتمون هم به خدا میدیم. دوستان عزیز، آیا خیال میکنید تو زندگیت فقط خدا نیم ساعت ارزش داره، در حالی که تمام هستیتون مال خداست؟ هر چیزی که بین روح و روان شما و خدا قرار بگیرد، آن چیز بت محسوب میشود. خداوند قوم بنی اسرائیل را از هر نوع بت پرستی باز می‌دارد و در عوض میگوید برای او قربانی ها به جا بیاورند. خدا 5 نوع قربانی رو به موسی عطا می‌کند که موسی در تورات آنها را برای قوم شرح داده است. در تمام این قربانی ها هدف اصلی پرستش و ستایش خداست. هر نوع قربانی روش خاصی داشت. در بعضی‌ها گوشت قربانی رو می‌سوزانیدند، در بعضی‌های دیگر گوشت قربانی رو به فقیران می‌دادند. ولی آنچه که در این فصل روی آن تأکید بسیار می‌کنه، همانا در رابطه خون قربانی است. دقت کنید، هدف قربانی چی بوده؟ خون ریختن حیوان بوده. خدا خوردن خون را به هر نوع شکلی که باشد منع کرده، زیرا در اینجا معنی بسیار مخصوصی داره. حالا این تعلیم موسی برخلاف تعلیمات جهان آن زمان بود که خوردن خون را نشان صداقت در پرستش و سلامتی شخص می‌دانستند، ولی خدا قوم خاص خود را از خوردن خون برحذر می‌دارد. و البته امروز ما می‌دانیم که چقدر این دستور خدا مهمه و از نظر بهداشتی و طبی ضروری و کامل است، زیرا امروز می‌دانیم غالب امراض از طریق تزریق خون و یا از طریق خود خون بر انسان‌ها غلبه می‌کنند. در آیه 17 در مورد قربانی پرستش اینطور میگوید: شما گوشت را ذبح کرده بخورید، ولی خون را نخور، بلکه آن را مثل آب بر زمین بریز. و در آیه 23 الی 25 اینطور میخوانیم: لکن هوشیار باش که خون را نخوری، زیرا خون جان است و جان را با گوشت نخوری. آن را نخور بلکه به زمین بریز. آن را نخور تا برای تو و بعد از تو برای پسرانت نیکو باشد، هنگامی که آنچه در نظر خداوند راست است به جا بیاورید. دوستان عزیز، ببینید چه دستور طبی بسیار مهمی خدا به این قوم بنی اسرائیل میده، چیزی که در آن زمان کاملا رد شده. این اولین باری بود که در تاریخ بشریت قانون خدا در مورد نخوردن خون داده میشه. و البته در این مورد مطالب بسیاری است که چقدر این آیه شریف جان انسانها را نجات داده است و چقدر میتونیم در این مورد از نظر طبی صحبت کنیم که این دستور خدا چقدر مهمه، مخصوصا این زمانه. خدا این کلام را بیش از 4000 سال پیش عطا کرد. موسی سپس از فصل 13 به یک موضوع بسیار مهم اشاره میکنه و آن ظهور پیامبران دروغ است که مخصوصا در فصل 18 نیز در مورد آن با ما صحبت میکنه و معیار میده تا به وسیله آن من و شما بتونیم بین پیامبران حقیقی و پیامبران کاذب و دروغین تفاوت قائل شده و آنها را از همدیگه بشناسیم. حالا به 6 آیه اول توجه فرمایید. میگوید: اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان
غیر را که نمیشناسی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم، سخنان آن نبی یا بیننده خواب را نشنو، زیرا که یهوه خدای شما را امتحان می کند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می نمایید. یهوه خدای خود را پیروی نمایید. یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده به او ملحق شوید. و آن نبی یا بیننده خواب کشته شود، زیرا که سخنان فتنه انگیز بر علیه یهوه خدای شما گفته است. دوستان عزیز، موسی هر پیامبر کاذبی را که سعی می کند مردم را به وسیله شعبده بازی و حتی معجزه‌ای که به وسیله قدرت اهریمن انجام می شود، ولی سعی هدفشون اینه که مردم را از توجه به خدای یکتا بازگرداند و متوجه خود و یا عقاید خودش کنه، محکوم به مرگ میدانه. یعنی پیامبران دروغین را سزایشون مرگ میدونه و قوم بنی اسرائیل را از پیروی کردن این پیامبران دروغین با حذر میداره. و این تعلیم خداوند دوستان عزیز در مورد پیامبران دروغینه و نشان میده که خدا چقدر بندگان خودش رو دوست داره که به آنها این درس رو عطا میکنه. برای همینه که چین جزای سختی را برای انسانهای خودخواه و فریبکار برگزیده است. چرا؟ چون این افراد آدمی را به سوی مذاهب دروغین که ساخته و پرداخته عقل بشریه هدایت میکنند. و دوستان عزیز، بایستی بگم که باید مواظب باشید، زیرا از این نوع افراد بسیار هستند. به طوری که امروزه نیز هزاران مذهب و فرقه وجود داره که همه باعث گمراهی بشر می باشند. هر روز در هر گوشه از این عالم افرادی ظهور می کنند که با ادعای معجزه کردن و یا رویا دیدن خود را برگزیده خدا می دانند و مردم ساده دل را فریب داده پیرو خود می گردانند. چنین اشخاص بایستی نابود شوند، زیرا عاملان نابودی بشر هستند. کتاب مقدس میگوید که شما هوشیار باشید و فریب این افراد دروغگو رو نخورید. و عیسی مسیح در مورد پیامبران کاذب تعلیمات بسیار مهمی را به ما داده است و می‌فرماید شما آنان را از میوه‌هایشون خواهید شناخت. یعنی به اعمال آنان، به کار آنها و به نتیجه تعلیمات آنان توجه کنید. نه فقط به حرفا دوستان عزیز، بلکه نتیجه اعمالشون. میگه اگر دیدی که صفات خدا را در قلب شخص به وجود می آورد، از خداست. اگر نام خدا رو جلال میده، از خداست. ولی اگر دیدی که میگوید خدا محبت و بخشنده است، ولی بعد خودش به خاطر دلایل مختلفی جان انسانها رو به خاک خون میکشه، آن وقت بدانید که این همراه و موافق خدا نمی باشه. در عوض او یک شیاد یا یک نبی کاذب. متاسفانه مردم متوجه این واقعیت نیستند و چشم بسته امروز به سوی پیامبران کاذب می روند. خدا به داد همه ما برسه تا صاحب بصیرت روحانی بشویم و بتوانیم خدا را در راستی پرستش کنیم. دوستان عزیز، در آیه 6 موسی اخطار میکنه که مبادا چشمان تو و یا گوشهای تو تحریک شده و از خدا یکتا روی بیاوری. او بت پرستی را دشمن بزرگ بشریت میداند و میفرماید که هر که متوجه بت پرستی بشه، هر که بت پرست بشه، حکم قتل خود را تا ابدیت امضا کرده است. برای همین است که از آیه 7 اینطور میگوید: از خدایان امتهایی که به اطراف شما می باشند، خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش نده و چشم تو بر وی ترحم نکند و بر او شفقت نکن و او را پنهان مکن. البته او را به قتل برسون، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم. و سپس از آیه 17 می‌فرماید: و از چیزهای حرام شده چیزی به دستت نچسبد، تا خداوند از شدت خشم خود برگشته و تو رحمت و رأفت بنماید و تو را بیفزاید، به طوری که برای پدرانت قسم خورده بود. هنگامی که قول یهوه خدای خود را شنیده و همه اوامرش را که من امروز به تو امر می‌فرمایم نگاه داشته، آنچه در نظر خدایت راست است به عمل آورده باشی. آنچه در نظر خدایت
راست است به عمل آورده باشی. دوستان عزیز، اساس تعلیمات موسی در کتاب تثنیه محبت و اطاعت از خداست. محبت خدا به بندگانش و اطاعت بندگان از خالق مهربان، و در رأس اطاعت بندگان از خدا همانا پرستش و ایمان به خدای واحد است. خدای یکتا، خدای بی شریک، خدای بی نظیر و بی مانند و بی مثال، خدای قادر مطلق. در هر فصلی موسی روی این قانون اعظم و قانون اول تأکید میکنه و این دو فصل نیز مستثنا نمی باشند. چرا؟ چون موسی میدانست که انسان به وسیله چیزهای بیشماری وسوسه شده و توجه خود را از خدا برگردانیده و به آنچه که شایسته او نیست دل میدهد، و خداوند که واقف بر اسرار نهان و افکار بشر است میداند که ما چگونه هستیم و چه نوع فکری در سر داریم. چرا؟ چون او خالق ماست. و دوستان عزیز، فراموش نکنید که اسرائیلی ها در این ایامی که این قانون ها را به آنها داده شد خیلی به خدا نزدیک بودند. آنها با چشمان خودشون شاهد معجزات زیادی از جانب خدا بودند. با گوشهای خودشون صدای خدا را شنیده بودند و شاهد قدرت او بودند. ولی با تمام این وجود کم کم اجازه دادند که امور دنیا جای خدا را در قلبشون بگیره و در واقع به یک نوع بت پرستی دل بستن. چیزی که من و شما نیز ممکن امروز گرفتار آن باشیم بدون که متوجه واقعیت باشیم. شاید بگی که من با خدا هستم، دعا میخونم، هر روز روزمو با اسم خدا و بیاد خدا آغاز میکنم، من بت پرست نیستم. ولی دوستان دقت کنید، اسرائیلی ها نیز هر روز با خدا صحبت میکردن. اتفاقا هر روز نانشون رو، غذاشون از خدا دریافت میکردن. موسی را با خود داشتن، تورات مقدس رو با خود داشتن، خدا پرست بودن و یا لااقل همه چیز در مورد خدا یاد گرفته بودن. شکی براش نبود که خدا یکتا وجود داره. اسم او را به زبان می آوردن، او را پرستش می کردن. خدا در زندگیشون وجود داشت. ولی هیچ میدانید دوستان عزیز، حتی چنین کسانی که اینقدر به خدا نزدیک بودن کم کم اجازه دادن قدرت و زیبایی ها و مقام دنیوی بر آنها غلبه کنه و بت پرست بشن. آنها قسم خوردن، وعده دادن که خداوندا ما همیشه از تو پیروی خواهیم کرد. ولی بعداً یواش یواش امور دنیا در قلب آنها جا گرفت. من و شما چه دوست عزیز؟ آیا امروز انقدر خود را در امور دنیا گرفتار کرده ایم که دیگر جایی برای خدا نداریم؟ و یا انقدر دنبال خواهش های چشم هستیم، دنبال لذت های دنیوی هستیم و یا طالب مقام هستیم، فکر خودمون هستیم و خیال میکنیم که ما از همه چیز و همه کس بهتر میدانیم و یا برتر و بالاتر هستیم؟ راستی رابطت با خدا یکتا چگونه است؟ بیایید در این ساعت دعا کنیم و از پدر مهربان خدا یکتا بخواهیم که به ما حکمت عطا فرماید تا فقط او را بپرستیم. او که خدا یکتاست، او که بی نظیر و بی همتاست، او که قادر مطلق است، او که بی شریک است، او که تنهاست، او که پدر آسمانی ماست، او که مهربان و محبت است. دعا کنیم که همیشه چشم به او داشته باشیم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.